سلام عرض میکنم خدمتتون. یه دونه از این رادیوهای الکی داریم. الکی نه، یه رادیو داریم که همه چی داره. ورودی DC 5 صورت وینگویی، ورودی DC میکرو USB و باتری هم میخوره که نداره. میگن صداش کمه، خیلی کمه. تست کنیم. اول باتری بندازم روش. روی رادیو، دومی هم موزیک. رو موزیک چراغش روشن شده. نمیدونم، آره یه صدای ریزی میده. حالا من این نزدیک کنم، صدای خیلی کمی داره. ولوم هم پایین بالاش میکنیم، فرق نمیکنه. خاموشش کنیم ببینیم چه خبره. خب ولتاژ میاد اینجا. عملا اینو من باید جدا کنم. یه رنگ هم زدم. گفتم که هست برده. چراغ قوهش هم اینجاست. اولین چیزی که چک میکنیم ولومشه. این ولوم رو، پایه ها رو، مقاومتشون رو میگیریم ببینیم مثلا تغییر میکنه یا نه. سه کیلو 64 کیلو، دوتاش زیاده. برعکسش میکنم. 3 کیلو 64 کیلو، بازم زیاده. یه بار دیگه روشنش میکنیم. فلاش بزنمش توی موزیک. خب الان میایم ولوم رو به صورت دستی زیاد میکنیم. شنیدید؟ تموم شد. این ولوم خرابه. این رو تعویض میکنم، میبندم، تستشو میگیرم. خب این ولومش هم عوض کردم و البته ولومش 5 پایه بود، خورده سخت بود جا زدن روی این، ولی خب دیگه گذاشتیمش. الان بریم تستشو بگیریم و
احتمالا اوکی باشه، چون قبل اینکه ببندمش دیگه تستش کردم و گفتم ویدیوش هم بگیرم. این لایتش که خاموش، مودش الان رو رادیو میندازیمش روی موزیک. فلش هم صداش در اومد، حال کردی؟ صدا کم next پاز تمام شد. این هم از این. امیدوارم که لذت برده باشید و هرچی رو زود دور نندازید. بدرود.